سلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به درس 25 زبان انگلیسی ما. زبان انگلیسی از صفر از روی کتاب Basic English Grammar by Betty Azar. چون هر وقت درس امروزه رو نیز با quote of the day یعنی سخن روز آغاز میکنیم و سخن روز امروزمون چنین است: The best way to predict the future is to create it by Abraham Lincoln. ترجمهش به زبان تاجیکی می شود: بهترین راه پیشگویی آینده ساختن آن است. سخن ابراهام لینکلن. درس 25. موضوع درس 25 ما The simple present, asking questions with when and what time. یعنی زمان حاضره عادی پرسیدن سوالها با کلمه when and what time. When and what time می شود کی و کدام زمان. در پایان یک تا مثال آورده ایم. When do you eat lunch? ترجمهش به زبان تاجیکی می شود کی خوراک نصف روزی میخوری. Chapter 3 باب سیوم. چکلی که میدانید موضوع باب سیوم تنها زمانی حاضره عادی یعنی simple present tense می باشد و موضوع امروزه ما the simple present asking information questions with when and what time می باشد. خیلی که گفتیم موضوع امروزه ما the simple present asking information questions with when and what time یعنی زمان حاضره عادی پرسیدن سوالهای معلوماتی با کلمه when and what time یعنی کی و کدام زمان. موضوع امروزه با موضوع قبلی خیلی مانند است. در موضوع گذشته ما کلمه where یعنی در کجا را استفاده بردیم. در این موضوع باشد ما کلمه when و یا what time کی و کدام زمان را استفاده میبریم. فرمولمون یک است keyword می شود question word یعنی کلمه سوالی. با keyword در زبان انگلیسی سوالهای where در کجا، when کی، what چی، what time کدام زمان، who کی and why چرا داخل می شود و این کلمه ها رو در زبان انگلیسی question words یعنی کلمه های سوالی می گویند. و فرمول همون چنین است question words یعنی کلمه های سوالی، بعد از آن do does فعل های یاری دهنده do does، بعد از آن subject رو چکلی که می دانید اسم ها، جانشین ها و یا دیگر نام ها، بعد از آن main verb یعنی فعل اساسی. When and what time ask for information about time کلمه های when و what time درباره زمان معلومات میدهند، معلومات میپرسند و ترجمهشون چقدر که گفتیم کی و کدام زمان میشود. مثال ها رو میخونیم. مثال A When do you go to class با صنف و یا با درس ساعتی چند میروی و یا کی میروی. مثال B What time do you go to class کدام زمان با صنف و یا با درس میروی. جواب At 9 o'clock در ساعت 9. این short answer بود، جوابی کوتاه. اگر جوابی دراز دادنی باشد میگوید I go to class at 9 o'clock من در ساعت 9 با درس میروم. مثال C رو میخونیم. When does Anna eat dinner Anna خوراک شامش رو کی میخورد. At 6 p.m. ساعت 6 بگاه. مثال D What time does Anna eat dinner Anna خوراک شامش رو کدام وقت میخورد. At 6 p.m. ساعت 6 بگاه. What time do you usually go to class عادتاً ساعت چند با درس میروی و یا با صنف میروی. در اینجا frequency adverb رو طرز استفاده بردنش رو فهمونده است و اینجا رو میخونیم. The frequency adverb usually comes immediately after the subject in a question یعنی ظرف های سر استعمال
پس از subject میآیند. پس از چقدر که در فرمولا میبینید اول question word میآید، بعد از اون فعل های یاری دهنده دو دست، بعد از اون subject، بعد از اون frequency adverb، بعد از اون فعل اساسی. یک بار دیگر پس سوال برمیگردیم. What time do you usually go to class? What time question word ما می باشد، do فعل یاری دهنده ما می باشد، you subject ما می باشد و usually frequency adverb. go باشد فعل اساسی یعنی main verb. بگذاریم به صفحه دیگر. Exercise 34 مشق 34. در اینجا برای موضوع امروزه را خوبتر فهمیدن مشق 34 را اجرا میکنیم و مثال های یکم و دوم را خود کتاب الکی اجرا کرده است و شما هم چگونه اجرا کردن چنین مشق را میدانید، چون که در درس قبلی زیاد از این گونه مشق ها اجرا کرده ایم و جواب های جمله های درون قوس را و جواب ها را دیده باید سوال سازیم. مثال یکم را میخونیم. I eat breakfast at 7:30 in the morning. من خوراک نهاریم را ساعت 7:30 سحر میخورم. و سوالم باید شود که خوراک نهاریم را کی و یا ساعت چند میخورم. When or what time do you eat breakfast? کی و یا ساعت چند نهاری میخوری. At 7:30 در ساعت 7:30. مثال دیگر I usually eat breakfast at 7. من عادتا خوراک نهاریم را ساعت 7 میخورم. سوالمون می شود When or what time do you usually eat breakfast? کی و یا ساعت چند خوراک نهاریت را عادتا میخوری. At 7 در ساعت 7. در اینجا کلمه when و یا what time آمده است. شما می توانید یکی از آنها را استفاده برید. مثلا می توانید بگویید که When do you usually eat breakfast? When do you usually eat breakfast? عادتا کی نهاری میکنی و یا what time do you usually eat breakfast? ساعت چند نهاری میکنی؟ عادتا ساعت چند نهاری میکنی؟ از when و یا what time یکیش رو استفاده برده میتوانید. مثال دیگر I get up at 6:45. من ساعت 6:45 از خواب میخیزم. سوالمون میشود when or what time do you get up? کی و یا ساعت چند از خواب میخیزی؟ At 6:45 در 6:45. مثال دیگر Maria usually gets up at 6:30. ماریا عادتا ساعت 6:30 از خواب میخیزد. سوالمون میشود When or what time does Maria usually get up? کی و یا ساعت چند ماریا عادتا از خواب میخیزد. At 6:30 در 6:30. مثال دیگر The movie starts at 8:15. فیلم ساعت 8:15 آغاز می شود. سوالمون When or what time does the movie start? فیلم کی و یا ساعت چند آغاز می شود. At 8:15 در ساعت 8:15. I usually go to bed around 11. من عادتا نزدیک ساعت 11 به خواب می روم. سوالمون می شود When or what time do you usually go to bed? کی و یا ساعت چند عادتا به خواب می روی. Around 11 نزدیک 11. I usually eat lunch at 12:30. من عادتا خوراک نصف روزیم رو در 12:30 می خورم. سوالمون When or what time do you usually eat lunch? کی و یا ساعت چند عادتا خوراک نصف روزیت رو می خوری. At 12:30 در ساعت 12:30. 12:30 می شود از 12 نیم تا گذارد یعنی 12:30. The restaurant opens at 5:30. طرفخانه ساعت 5:30 گشوده می شود. سوالمون می شود When or what time does the restaurant open? کی و یا ساعت چند طرفخانه گشوده می شود. At 5:30 در 5:30. The train leaves at 9:05. پاییز ساعت 9:05 می رود و سوالمون می شود When or what time does the train leave? کی و یا ساعت چند پاییز می رود. At 9:05 در 9:05. I usually eat dinner between 6:30 and 8.
من عادتا خوراک شامم رو بین 6:30 و 8 میخورم. سوالمون When or what time do you usually eat dinner? کی و یا ساعتی چند عادتا خوراک شامت رو میخوری؟ Between 8:30 and between 6:30 and 8 بین 6:30 و 8. My classes begin at 8:15. درس هایم ساعت 8:15 آغاز می شود. سوال When or what time do your classes begin? کی و یا ساعت چند درس هایت آغاز می شود؟ At 8:15 در 8:15. مثال دیگر The library closes at 10 p.m. on Saturday. کتابخانه ساعت 10 بیگاه روز شنبه پوشیده می شود. و سوالمون When or what time does the library close on Saturday? کتابخانه روز شنبه کی و یا ساعت چند پوشیده می شود؟ At 10 p.m. ساعت 10 بیگاه. Exercise 35. این مشق رو اگر دوستانتون باشد با دوستانتون یک جای اجرا کنید، اگر نباشد تنها اجرا کرده میتوانید. تجربه اجرا کردنش رو من و شما میفهمونم. مثلا eat breakfast نهاری کردن. با نهاری کردن یکی از دوستانتون رو سوال میپرسید که تو ساعت چند و یا کی نهاری میکنی. مثلا when or what time do you eat breakfast؟ کی و یا ساعت چند نهاری میکنی؟ و دوستتون جواب میدهد I usually eat breakfast around 7 o'clock. من عادتا نزدیک ساعت 7 نهاری میکنم. شما در راستی name یعنی نامش رو مینویسید، در راستی answer باشد ساعت نهاری کردنش رو مینویسید و با همه عباره های زیرین جمله میسازید. و یک چند تاش ما جمله ساختیم. مثلا با wake up یعنی بیدار شدن و یا خیستن. When or what time do you wake up? کی و یا ساعت چند میخیزی؟ از خواب میخیزی؟ I wake up at 7. من در ساعت 7 از خواب میخیزم. با مثال دیگر، مثال ششم eat lunch خوراک نصف روزی خوردن. When or what time do you eat lunch? از دوستتون میپرسید که کی و یا ساعت چند خوراک نصف روزیت رو میخوری؟ و در جواب I eat lunch at 1 p.m. من خوراک نصف روزیم رو ساعت 1 بعد از عبد بعد از نصف روزی میخورم. مثال دیگر go to bed به خواب رفتن. When or what time do you go to bed? کی و یا ساعت چند به خواب میروی؟ I go to bed at 10 p.m. من ساعت 10 شب و یا 10 بیگاه به خواب میروم. بگذاریم به صفحه دیگر. شما با همه عباره های زیرین هم سوال و هم جواب نویسید. Exercise 36. مشق 36. مشق 36 مثل اینترویو و یا مثل ملاقات است. از یکم دوستتون، هم صنفتون، هم کورستون و یا نزدیکتون اگر نباشد از خودتون سوال ها رو میپرسید و با آنها جواب میدهید. مثلا میتوانید این مشق رو خطی اجرا کنید و یا میتوانید دهانی اجرا کنید. مثلا What do you do every morning؟ هر سحر چی کار میکنی؟ و یا What do you do every afternoon؟ هر بعد از نصف روزی چی کار میکنی؟ و یا What do you do every evening؟ هر شام چی کار میکنی؟ ما بعضی سوال های علاوگی هم علاوه کردیم. What do you do every weekends؟ هر روزهای آخری هفته چی کار میکنی؟ What do you do every Monday؟ هر روز دوشنبه چی کار میکنی؟ و یا What do you do on holiday؟ روز تعطیل و یا روز جشن چی کار میکنی؟ What do you do on 1st of July؟ روز 1 ایول چی کار میکنی؟ شما زمان ها رو تغییر داده سوال های گوناگون پرسیده میتوانید. مثلا What do you do every Sunday؟ هر روز یک شنبه چی کار میکنی؟ و یا What do you do on 10th of September؟ روز 10 سپتامبر چی کار میکنی؟ با این سوال ها جواب میگیرید و جواب میگیرید. بعد از اون به قسمت دوم میگذارید.
what time do you. مثلا با یک تا ما مثال آوردیم what do you do every morning. هر سحر چی کار میکنی؟ مثلا جوابی ما I run every morning. من هر سحر میدوم. و قسمت دوم میگذاریم what time do you run or when do you run. کی و یا ساعت چند میدوی؟ I often run at 6 o'clock. من عادتا و من تست ساعت 6 میدوم. و یا با کلمه ویا از درس گذشته ما سوال میپرسید where do you run. در کجا میدوی؟ I usually run in the park. من عادتا در باغ میدوم. شما هم چنین سوال میدهید، جواب میدهید و با قسمت دوم گذشته باز سوال میدهید و جواب میدهید و همه اینها رو خواهید دهانی اجرا کنید، خواهید خطی در دفتر نویسید. New words کلمه های نو when what time کی و یا کدام زمان ساعت چند what چی who کی why چرا explain فهماندن need احتیاج داشتن arrive رسیدن leave ترک کردن travel سیاحت کردن enjoy لذت بردن meet واخوردن best بهترین way راه predict تخمین کردن create ساختن future آینده. در اینجا درسی امروزه ما به پایان رسید و وظیفه‌ای که بعد از این درس ما با شما میدهیم: یکم مشق‌های کتاب را به دفترتان نویسید. مشق‌های 34 35 36 باب سوم کتاب را به دفترتان نویسید. دوم با simple present questions with when or what time 15 جمله نویسید. یعنی با موضوع امروزه، یعنی طرز سوال دادن با کلمه when و یا what time 15 جمله می نویسید. سوم کلمه های نو را از یاد کنید و در جمله نوشتن آنها را استفاده برید. در اینجا درس 25 ما به پایان رسید. لطفاً به نوار لایک کنید، فکرهای خود را در شرح‌ها نویسید. این نوار را به دوستانتون و نزدیکانتون روان کنید. برای خبردار شدن از درس‌های نو زنگوله را زیر کنید. از همه شما برای تماشای نوار تا آخر منت داریم. لطفاً ما را پیگیری نمایید و منتظر درس‌های نو باشید.